حالا میگه حقوق انسان است. حقوق انسان کی تعیین میکنه؟ الله. حقوق زن کی تعیین کرده؟ الله. حق مرد کی تعیین کرده؟ الله. حق حیوانات کی تعیین کرده؟ الله. حق نباتات کی تعیین میکنه؟ الله. حق الله تعیین میکنه، ارزش ها را الله تعیین میکنه. چی حق است؟ الله میگه حق است، باید ما تسلیم شویم. چی باطل است؟ الله تعیین میکنه. چی حلال است؟ الله تعیین میکنه. چی حرام است؟ الله تعیین میکنه. حتی پیغمبر حق تشریع نداره. الله که گفت حلال است حلال است، فقط شارع مطلق الله است. نبی مبلغ است، تبلیغ کننده است، رساننده است. از خود یک امر هم تغییر داده نمیتونه. الله متعال در بین بشریت، در بین میلیاردها میلیارد مخلوق، این شخص بسیار دوست داشتن، این رسول خود تعیین کرده، محمد رسول الله. حق تشریع را نداره. از این خاطر پیغمبر انسان موحد بود، پاک بود، معصوم بود. تمام چیزهایی که برش گفته میشد از جانب الله میامد و تبلیغ میکرد. یک سر سوزن زیادت و کمی نمیکرد. از این خاطر کسایی که بدعت میکنن سر الله تهمت میکنن. بدعتکارا اول دشمن الله هستن. چیزهایی که الله نگفته و رسول خبر نداده ی از دل خود در دین داخل میکنن. بعضی قانونگذارهایی که قانون میسازن ضد شریعت الله یا دشمن الله هستن. اینال انسان مسلمان مؤمن موحد یکتا پرست حق تشریع را برای کی ایمان داره؟ افراد الله بالتشریع الله سبحانه و تعالی. على مجار المنسلك لبيك إن الحمد لك والملك لك